واقعیت اینه که خیلی از ما دیگه زندگی نمی‌کنیم. فقط خودمون رو میچینیم برای اینکه دیده بشیم. نه برای حال خوب، نه برای تجربه واقعی، فقط برای اینکه بگیم ما هم وجود داریم. کلا ما انسان‌ها به طور طبیعی دنبال تاییدیم و بعد از اون تایید این دوپامینه که توی مغزمون ترشح میکنه. همون ماده‌ای که وقتی یه اتفاق خوشایند برای ما میفته در ذهن ما به صورت لحظه‌ای ترشح میشه. اما این روزها فضای مجازی و حافظه دیجیتال این موضوع رو تبدیل به یک عنصر خطرناک کرده و ما وارد یک بازی فوق خطرناک‌تر شدیم. توی این بازی خطرناک هر بار که لایک میگیری، ویو میگیری یا حتی کامنت خاصی میگیری، با خودت میگی که من با ارزشم و به اون نتیجه‌ای که دلم می‌خواسته رسیدم. ما وارد یه چرخه اعتیادآور میشیم که این چرخه اعتیادآور باعث میشه ما دیگه خود واقعیمون نباشیم و بسته به هر گونه تاییدی که از اجتماع میگیریم در مورد خودمون فکر کنیم. ناخودآگاه هدف زندگی ما از خودت باش به اینکه دیگران تو رو چطور میبینن تغییر میکنه و ما هر روز از خود واقعیمون فاصله بیشتری میگیریم. این اطمینان و حس خوب لحظه‌ای در ما ایجاد میشه، اما به مرور تبدیل به یک افسردگی مزمن میشه. کم کم به نقطه‌ای میرسیم که دیگه فضای مجازی برای ما یک سیستم فان نیست. ما در اوقات فراغتمون از اون استفاده نمی‌کنیم. ما زندگیمون رو در فضای مجازی می‌کنیم و هر روز از خود واقعیمون بیشتر و بیشتر فاصله می‌گیریم. ما تو ذهنمون با تصویری که از بقیه می‌گیریم زندگی می‌کنیم و این خطرناکترین بخش حافظه دیجیتاله. حالا بخش مهم مقاله ما دقیقاً اونجاست که چطور از این چرخه خطرناک بیرون بیایم. ما خودمون رو با اسلایدهای پرفکتی از زندگی بقیه مقایسه می‌کنیم. دیده شدن آسونه، اما زندگی واقعی کردن خیلی از اون سخت‌تره.